سلام، وقت بخیر دوستان. امیدوارم حالتون عالی باشه. با واحدهای اندازه‌گیری در ترکی استانبولی در خدمتتون هستم، از 0 تا 100. بریم که بخونیم. گرام، گرام، گرم، کیلو، 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 کیلوگرام، کیلو، گرام به معنی کیلوگرم، لیتر به معنی لیتر. مورد بعدی متر کاره، یعنی متر مربع. خب بریم سراغ صفحه بعدی. صفحه بعدی دمت، دمت، دمت به معنی دسته. دیلیم، دیلیم یعنی تکه، تکه. مورد بعدی پارچا، پارچا به معنی قطعه، قطعه. مورد بعدی سالکم، سالکم، سالکم به معنی خوشه. مورد بعدی کوتو، کوتو، کوتو به معنی جعبه هستش، معنی جعبه میده. بریم سراغ صفحه بعدیمون. صفحه بعدی خب کاده، کاده لیوان شراب، کاده لیوان شراب. مورد بعدی بارداک، بارداک لیوان، بارداک لیوان. مورد بعدی کاشک، کاشک، کاشک به معنی قاشق، قاشق، کاشک. مورد بعدی آووت، آووت مشت. تانه و عادت هر دو به معنی عدد هستند. حتمی لایک و سابسکرایب یادت نره.